فرشته را پرسش میکند یک و یک. فرزندی مرا جون فرزندش گرفتی، ثمره قلبش گرفتی، یکی یکی پرسیدن میگیرد. فقط در همه حالت ما و شما باید چی باشیم؟ فرشته در جواب الله ذوالجلال چی گفت؟ حمیدک و استرجعک، یا الله بنده تو فقط الحمدلله میگفت، استرجاع میگفت. استرجاع انا لله و انا الیه راجعون. الله ذوالجلال بیان میکنه که وقتی که مصیبت به سر اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پرستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. با اون مهلت معین برقرار کرد. یعنی اجل معناش در لغت مهلت برقرار میکردگیش فقط الله هست که چند قدر عمر میبینه، از سال و ماه و هفته و روز و دقیقه و ثانیه، این معین میکردگیش فقط الله هست. یگان فرشته و یگان پیامبر و یگان کسی دیگر به این دخالت ندارد. الله ذوالجلال بیان میکند که فاذا جاء اجلهم، همون مهلتی که الله ذوالجلال برقرار کرد، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یک نفس کشیدن، یک دقیقه گفته نمیشود که یک کس پیش از مرگش مرد، یا گفته نمیشود، تصور کرده نمیشود که یک نفر یک دقیقه از عمری که الله برقرارش کرد درازتر عمر دید. این خیلی تصور کرده نمی شود، چون که الله ذوالجلال حکمش برآورد فاذا جاء اجلهم، اون مهلتی برقرار کرده الله که به اتمام رسید، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خیلی که در یک مخلوق چی هست که ما و شما در یک تلفن یک بودیلنیک هم میمونیم، یک وقت معین هم میمونیم، همون وقت معین که اومد رسید در همون تلفن یا که ساعت باشه آگاه میکنه، خبر میده. انا همین عمر ما و شما را برقرار میکردگیش فقط الله هست. عمر دیگر چی هست؟ زیادش کرده نمیشه، کم کرده نمیشه. در بعض حدیث ها هست که سیله رحم یعمرن دیار و یزددن فی العمر، عمر زیاد میکنه و مثلا دیار آباد میکنه. اصلا در آیه های قرآنی الله ذوالجلال چی هست که بیان میکنه که عمر یگون امکانیتی نداره کسی زیادش کنه و یا کمش کنه. عمر دراز شدن در حدیث معناش همون است که عمر با برکت میگذره. مثلا اگر 70 سال عمر میدیدگی باشه، زیاد شدن عمر به خاطر هست که همون عمر به طاعت، عبادت، عمل صالح میگذره تا 70. عمر بی برکت همین است، کوتاه همین است که مثلا در 50 سالگیش یک صدمه میشه یا عور میکنه و 20 سال دیگه مثلا میونش میشکنه و در جاگه خوب میمونه. این عمری بی برکت است. این فرقش این است. فرق این است که عمرش 70 باشه و 10 سال دیگه خوشه و 20 سال دیگه خوشه، این امکانیت نداره. برای که خدا مهلت معین میکنه، برقرار میکنه. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. او دراز شدن به این معنا است. آیه دیگری که خوندیم الله ذوالجلال بیان میکند مردی که خداوند میگه ما خلق کردیم، تفرون منه، شما از این گریزان هستیم، و اینه ملاقیکم، او رو برای شما پیدا خواهد شد. همچنان که قصه شهاد داملو بیان کرده که یک کس باید در هندوستان باید ادرال جانش میگرفتم، در این جدیدش از ترس گفت که دعا که بود مرا اوجا برا، در اونجا جانش گرفت کشم مرد. یعنی این چی است؟ از مرگ همه میگریزد. الله ذوالجلال بیان کرده ان الموت الذی تفرون منه، مرگی که ما خلق کردیم شما از او گریزان هستین. از او گریزان بودن به خاطر که از یک بلندی احتیاط میکنیم که نغلطیم که هلاک میشیم. یک کس هستیم حتما 10 تا 20 تا دکتر و دارو جمع میکنیم که هلاک نشیم. از اینجا قناعت نکرده دیگر جا میریم به خاطر که هلاک نشیم.
غوث میکشیم در زمستون که گرم شیم خنکی هلاکمون نکنه. همه وقت انسان حرکت میکنه جسمش نگه میداره. همین گریختن از مرگ است. موت الذی تفرون منه. لیکن الله ذوالجلال چی است که همون آیه پیشینه که وقتی که محلتی که خدا با قرارش کرد و معینش کرد دیگر فإنه ملاقیکم رو برو پیدا میشه و جان به حق فصل میکنه دیگر راهی نداره. عددی بزرگوار میگفت که سرشت آدمی چون هست از خاک رجوعش باز شد در خاک نمناک. سرشت همه آدمی خلقت آدم از خاک است. منها خلقناکم. خداوند میگه از همین خاک شما را خلق کردیم. که پیشتر عقیده های هم تری سفسطه بود و دروین دیگر بیچاره از گمراهی و بیسوادی در به همین میمون که شبیه داره آدم گفتن از میمون شیدگه دیگر دیرین اکا 20 عصر گذشت یکون میمون آدم نمیشوه. یک گفی به عقلانه بود که امروز از این گفتهاشون پشیمانن منکرن میگن نه امروز همه سر چکار کرده است تصدیق کردن با سرخم کردن با قرآن که هر چقدر در همون سیستم دوری مندلی و هر چقدر الیمنتی که در همون هسته در خاک هسته همش در وجود یادم است. در وجود یادم آهنه، در وجود یادم گچه، در وجود یادم زهره، در وجود یادم بوده، همه چیز در وجود هر چیزی که در زمین هست در وجود یادم هست. همون را بیان میکند که سرشت آدمی چون هست از خاک رجوعش باز شد در خاک نمناک. امیران و وزیران کچکلاهان هر یک نفری که امیر بود و وزیر بود و ندیم بود و کچکلا بود همه سر در نقاب خاک کردن لباسی زندگانی چاک کردن. تو هم ای جان شیرین همچنانی به این عمری قلیل تا کی بمانی. و جز از مرگ سودای دیگر نیست و جز از مرگ مأوای دیگر نیست. بیا بگذر از این دنیا پرستی بشو خاک زمین گر عاقل استی. نمیماند ملک اینجا نه انسان نه بلبل ماند و نه باغ و بستان. همه سرگشته و نادیم به خاکن جوانان و عروسان سینه چاک. البته که همه ما و شما میدانیم که نه در آمدن اختیار داریم نه در رفتن اختیار داریم. هیچ کس به اختیار خودش به دنیا از دنیا گذشته می شود. الله ذوالجلال فرشته را پرسش میکند یک و یک. فرزندی مرا جان فرزندش گرفتی ثمره قلبش گرفتی یکی یکی پرسیدن میگیرد. فقط در همه حالت ما و شما باید چی باشیم؟ فرشته در جواب الله ذوالجلال چی گفت؟ حمیدک و استرجعک یا الله بنده تو فقط الحمدلله میگفت استرجاع میگفت. استرجاع انا لله و انا الیه راجعون. الله ذوالجلال بیان میکند که وقتی که مصیبت به سرتون آمد میره بگین انا لله و انا الیه راجعون. ما همه خلق کرده الله هستیم. بازگشت ما هم فقط به سوی الله هست دیگر راه نداریم. و البته که پدر و مادر از دنیا گذشتن او مستفیدای پیشتر میگفتن پدر و مادر از دنیا گذشتن میراثی است لیکن فرزند مردن تیغ الموسی است میگفتن تیر الموسی است. پدر و مادر همه گذشته میشه. الحال خود ما که پدر و مادریم ما شما هم چی است در نوبت ایستادگی دیگرها که اومدن گرفتن باید ما و شما جور خالی کنیم با نوبت و دیگرها بسپریم. این دنیا با همین طریقه هست که رفتند و رویم و باز آینده روند. هر چی قدر بدن رفتن هر چی قدر هستی میروین هر چی قدر که میوین اونا هم میروند دیگر راهی نیست. الله ذوالجلال همین طریق این چی است نظام گذاشتگی است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از 7 فرزند 6 فرزند در حیات خودش گذاشتند غیر از فاطمه زهرا که حضرت فاطمه را همه قدر دوست می داشت. میگو الفاطمه تو بضعة منی. فاطمه یک پاره من است یک پاره من است میگو. پیامبر صلی الله علیه و سلم قدر دوستش می داشت. 6 فرزند دیگر در حیاتش گذاشتند. حضرت
ابراهیم که 18 ماهه بودن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالی که پیامبر بسیار بسیار محبت داشت و دوستش می داشت، 18 ماهه فرزند در آغوش رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابراهیم یک عرق کرد در آغوش پیامبر هم تنیگهش داره و جان داد در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که ابراهیم جان به حق تسلیم کرد از دنیا گذشت، الله تعالی عنه صحابه جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کردن که آوای چشم پیامبر جوریش گویا یا رسول الله، یا رسول الله انت، ای پیامبری خدا، ای پیامبری خدا، خودت گریه کرده ایسا؟ گریه کردن من کرده بودی در مصیبت ها؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره کرده که نه، گریه کردن من نکردم. اشاره به سوی زبان کردن، سخنهای بیهوده را من کردم. گریه کردن، آبی چشم ریزوندن، دل انسان برای قطع میوید گریه میکنه، این رحمت پروردگار است. اما منع کرده پیامبر همون بود که در جاهلیت سر و صدا میکردن، گریبانشون میدراندن، روحشون سیاه میکردن، موی سرشون میکندن، با همین ناخوناشون روحشون خراشیدن همیتن. این فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است، حرام حکم کرده است. نوحه نوحگره. حتی که در دیگر حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که ان المیت یعذب فی القبر بما نح علیه، مرده را در قبر عذاب کرده میشه به سبب گریه زنده ها. همه یکی دخترش و پسرش یا که مثلا همسرش داد میگه گریه میکنه و هر خیلی گپا را گفتن میگه به سبب گریه اینها مرده را در قبر عذاب کرده میشه. بسیاری از مصیبت های در مردم ما و شما هست که در همه حالت مصیبت دیگه عقلش کم میشود که سخنها میگه که او سخنها باعث شرک کفر میشود. تو برای چی مردی؟ میگه او با اختیار خود شده. تو برای چی مردی؟ ای ستون میخونه میگه تو از دنیا رفتی، این کودکای تو را کی نگه میکنه؟ نعوذ بالله. میگه قطعا کفر بشود. او فرزندای او را خودش آورده است، از یگان زواد فابریکه او را حاصلش کرده است. او بنده کی هستند؟ او را کی خلق کرده است؟ رازق صفت کی هست؟ تو از دنیا رفتی او را کی نگه میکنه؟ با بعضی ای نامرد، این گپای شرک کفر هم برادر. آخه مردی و نامردی وقتی که مصیبت که آمد، اسلام و قرآن برای ما و شما تعلیم میده که هر وقتی که مصیبت آمد فقط در زبان ما چی باشه؟ انا لله و انا الیه راجعون. هر وقتی که مصیبت آمد، هر مصیبتی که باشه، مصیبت فقط همین مرده نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه عایشه صدیقه طاهره مادر بودن، ناگهان چراغ شمع خاموش شد. پیامبر گفت انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عایشه مادر گفت که ایره در مصیبت و مردم میگن در این شمع خاموشی نگفت، همین مصیبته. اما هم چراغ هم که اگر که نباشم تاریکش نشید پیش تنه میبینی، امرا تنه میبینی، همین خودش مصیبته. یا یک مثلا که پا در یک چیز میزنه یا یک چیز میشکنه، هر ناراحتی و مصیبتی که اومد باید بنده مسلمان چی بگه؟ انا لله و انا الیه راجعون. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از گذشتن فرزندشون ابراهیم همه قدر سخن گفتن که دل مرا غمناک کردی، چشم مرا پر آب کردی و رفتنت ای ابراهیم. همه قدر گفت چشم پر آب کرده، دل مرا غمناک کردی و رفتنت ای ابراهیم. 18 ماه بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای فرزندش بسیار گریه کرد و 6 فرزندم در حیاتش گذشتن غیر فاطمه، که 6 ماه بعد حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هم از جهان گذشتن. اکنون این یک امتحان پروردگار است. خداوند جل جلاله امتحان بدنش بیان میکند. استعذ بالله ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خداوند میگه ولنبلونکم ولینمتحننکم، امتحان میکنیم شما را به چیز از خوف. گویا خوف به سر آدم میآید،
این بسری مردم هزاران و خوف اومدگی هست. در همین خوف اومدن هم الله ذوالجلال بندش امتحان میکنه. در حالت صحتی و آرامی و تنجی طاعت و عبادت میکنیم، نماز میخونیم، قرآن میخونیم، دعا میکنیم، خداوند خوف و بسر اون میاره که همین مسلمانیت قطعی کو هستی یا نی. وقتی خوف اومد یکی دیگرگون میشه. حالا هم یک شمال شد یک خوف بیان ببینیم مسلمانو دارن دیگر شد، دیگر راه دیگر طرف انتخاب کردیسن. این امتحان پروردگار است میگذره. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. گاه بسرتون خداوند میگه گرسنگی را میارم، قحط سالی میشوه، نان نیسته، گندم نیسته. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه میگه که الجوع هو صوم رمضان. همین گرسنگی میگه ماه شریف رمضانه. با رمضان خدا امتحان من میکنه که همین از سحر تا بگه خدا گرسنه میمونی یا نی. 11 ماه شکم با پر میکنی، خداوند میگه یک ماه خدا گرسنه بمون. همین امتحان خدا است. لیکن همین امتحان خدا را ببین که همین 10-20 روز پیش همین رمضان بعد یکی در همین ملا تلفن سر میشه، جلوت کام در میکنه، تبابت کردیسم روزه همین فقط فتوا میکنه، جان میکنه که بعد هم ملا بگه که خیر بخور روزه تایی اجازت داری بخور. یک جان کن. همین امتحان خداست. 11 ماه خوردی، همین یک ماه به خاطر خدا روزه نداری، چی مسلمانی داری؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. کم شدن از مال گاه میشه انسان مالدار از بیمار میشه. یا که حضرت شافعی میگه رحمت الله علیه که نقص من الاموال هو زکات المفروضه. همین نقص از اموال میگه زکات فرض گردانده شده. خداوند زکات فرض گردانده است. که میبینیم که همه زکاتش نمیده. بسیاری از انسان از نه عشر میتن نه زکات میتن، همین تا گشته ایست. در چی است؟ در مال دودگی خداوند بخل میکنه. خداوند همون عشر زمینه که وقتی که چی از آفتاب از خداوند، ماهتاب از خداوند، شمال از خداوند، زمین از خداوند، آب از خداوند، خوب نشأ نما میکردگیش به حکم خداوند. چی کرده؟ پس الله ذوالجلال حکم میکنه که از 10 حصه 1 حصه اون رو برات به فقیر و مسکین بده. همین حالت در چه من قدر محنت کردم میگم. من این قدر محنت کردم. او محنت کرده آفتاب هسته، زمین هسته، آب هسته، هوا هسته. این قدر محنت کرده میگه. اکو آدم نادونیه. یا زکات مال نمیته. همین قدر جمع کردگی را. خداوند همون عقل و فراست و زیرکی را خدا به تو دادگی است که را مولا به تو عطا کرده است. اگر نمیکردند دیگرو چی است؟ انمی ها همش چی هستند؟ زکات هم، روزه هم، همش امتحان پروردگار است. بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس. انفس که پدرمون یا مادرمون از دنیا گذشته میشه، برادرمون از دنیا گذشته، انفس. و ثمرات گاه میشه باغها نیست میشن، یک کسل پیدا میشه نیست میشه. ثمرات بعضی از مفسرها گفتن که ثمر گفتن میوه، گفتن میوه دل انسان فرزند میگن که وقتی که پدر و مادرمون گذشته شید میراثیه، خواهم نخواهم پدر و مادر هم میگذارن. نه که وقتی که در حالت پدر و مادر حیات باشه و فرزند بگذاره، این بسیار مصیبتی مشکل است. خداوند به هیچ مسلمان نشون نده. بسیار مصیبتی مشکل است. که گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه 18 ماه کودک آبوی چشمش جوری شد. پس ثمرات انا در همین قدر امتحانات پروردگار جل جلاله و چی میگن؟ و بشیر صابرین، بشارت بده، مژده بده صبر کننده ها را. اذا اصابتهم مصیبه، وقتی که مصیبت به سری بنده ما که آمد بشارت شون بده. او بنده های ما چی است در مصیبت آمدن؟ چی گفتن؟ و بشیر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. او بنده های حقیقی ما چی میگن؟ او همه خلق کرده پروردگار است. بازداشت شما فقط نصیب پروردگار است. از بالای زمین خدا، از تحت آسمان خدا ما هیچ کجا رفتن نمیتونیم. الله ذوالجلال این طفلکی گذشتگی را از برادر عزیزمون محمد جان خداوند اجر و پاداش عطا کنه. با در